قبلش چیزی بهتون بگم. خیلی جمله قشنگیه. میگه که البته ادیت منم توش هست. خوب گوش بدین ها. میخواین این تیکر رو مثلا اصلا بنویسید. بعد بهش فکر کنید ببینید ارزش نوشتنشو داشت یا نه. جدی. جمله اینه. میگه هر ترین، مادر ترین، بی انصاف ترین، عوضی ترین، کسکشترین آدما اونایی هن که یه آتیشی میندازن به جونت ولی ماجرا رو از جایی تعریف میکنن که یه دودی از تو بلند شده. هیچ آدمی تو حالت نرمال یهو نمیاد فوش بده به کسی. اولا که آدما فوش میدن برای اینکه طرف مقابلشون رو عصبی کنن. بنابراین موقع فوش دادن کسی به این فکر نمیکنه این فوشو بدم اون فوشو ندم. اصلا فلسفه فوش اینه که من بیام برینم به اون یکی. اینکه دارید تلاش میکنید فوش رو در چارچوب قرار بدید خیلی احمقانه است. یعنی بیشتر از اون که اخلاقی باشه احمقانه است. حاجی به خودش فوش بده، با فلانش چیکار داری؟ حاجی داره فوش میده، یارو مغزش گاییده شه. اصلا خیلی موضحه که تو هدفت اینه یارو رو بگایی، بعد می مثلا چک میکنی اینو بگم اونو نگم. دو، من خیلی 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 اتفاقا میفته نسبت بهش واکنش نشون میدم. الان مثلا یه سوال از همین شماها میپرسم. من این بنده خدای عرفان پرفان بابتش حرفی زده بودم. این مثال ساده است. سوال، من بابت این عرفان حرفی زده بودم جایی؟ بگید دیگه. تو کل سابقه کاری من بابتش صحبتی کردم؟ چیزی گفتم؟ وقتی میگم که آقا انگوش نکنید منو، من حالت عادی کاری به کار کسی ندارم، انگشتم کنید تا ساعد میکنم توتون، داستان همینه. وقتی انگشت میکنید تا ساعد میره توتون. تو نمیتونی بیای اون لحظه ای که ساعدو کردم تو کونتو بذاری بگی این هاشمی مدلیه. هاشم حالت نرمال خیلی آدم عادیه، بگو بخنده، با این همه آدم رفیق، حرف میزنه. آدمایی که با هم رفاقت کردن دیدم چه مدلی ان، مخاطبم دیده چه مدلی ان. رندوم که نمیایم فوش بدیم به کسی که اصلا این مدلی نیستی. آدم وقتی میخواد تعریف کنه اگه عوضی نیست، اگه نیست، اگه مادر نیست، اگه تخم سگ نیست، اگه بی انصاف نیست، میاد داستانو از لحظه اولش میگه. نمیاد از اون لحظه ای بگه که هاشم پشت مادر داد. ما قبلا ببینیم چی شده که یاروی اومده همچین کاری کرد. تازگی ها سینا مرسی داشه نویا ویدیوهای ترسناک برام بسازش کن. ناموسن شیراز جا ترسناک داره. با دختر بریم جا ترسناک ویدیوش کنیم و بچه‌ها جذابه. جا ترسناک داره ولی دختر نداریم. چرا میبریم با خودمون؟ نداریم. چی بریم؟ میگم من از تهران اومدم دوست دختر اینجا نرم یکی ما دوست شه. آقا دوست شه نمیخوام کاری کنیم که. نگاه بکن چرا بابا. آقا خب میخوایم رفاقت کنیم نمیخوایم کاری کنیم. اصلا با همون دوست شه. بابا من خیلی بامزه‌ام. بابا من خیلی بامزه‌ام. بخیر میگم میخندونمت. بیا بریم بخندونمت. نه 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 نه. تق تق نانای اولش چی بود؟ تق تق. آقا تو چیکار داری؟ بیا بریم. چه ترس. آقا 10 نفر کیون کن 11 من لطیفه. من اینجوری پوریا بپرسه چیاره. پوریا میتونی دختر بیاری ببریم جا ترسناک ویدیوش کنیم؟ پوریا تو رو خود از اون لچرا نیاری اون سری آوردی ها. منو جنشون میدی آقا. من از اون لچر اشاره است. اون لچر نیاری ها. اکست خوب بود، اون یکی رفیقش خیلی کیری بود. اونو نیار. تو رو من تنها کاری که تونستم با اون بکنم سرام بزنم شکمش بخوابم. همین. حامد گاییده دهن منو. به قرآن عین زالو افتاد سراغ یخچال فریزر من، افتاد به حساب بانکی من. فقط خورد. این یاد گرفته اسنپ فود ره بره گوشی من دنگ 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 هی زنگ خونه داره میخوره. یه بار آب میوه سفارش داد، یه بار بستنی سفارش داد، یه بار پیتزا سفارش داد، یه بار چرکاو سفارش داد. گایید. حاجی حساب کتاب کنم بهت بگم چقدر خوردی اینجا میرینی. اسنپ فود چقدر سفارش داد؟ 47 میلیون اسنپ فود ایشون غذا سفارش داد. آقا یه بار بگو نوش جونت. خب 47 میلیون تومان گذاشتی برای کی؟ برای وارث؟ حالا بمانند از اون مونیتور و کیبورد و موس و کیس و هدست و این کیره خرا. ولاد اومدنش به تهران واسه من هلوش 400 میلیون آب خورد. بیشتر؟ نه 400 میلیون فیکس آب خورد اومدن این حروم سگ به تهران. 400 آب با بلیط هواپیما 410 میلیون. خب 410 میلیون اومدن این تخم جن واسه من آب خورد. من می‌خواستم بیام
خوب بود دیگه، خوردیم غذاش غذا. افتضاح بود. دسرش باشه تو خوبی مرشد تیم. هی حالا بگید آقا چرا رد نمیشه از شب من؟ چرا رضا ول نمی کنید؟ داداش بی خیال شب من شید. ولی خوب بود، ولی به طور کلی با مزه بود، خوش گذشت شب. ژل زدی به لبات مرشد؟ اینجا آخه یه جوری میشه. تو گفتی من عمل و اینا انجام ندادم، من میگفتی سیب زمینی. ما نچرال این شکلیم. کاش ما نچرال مرشد هم میدیدیم. به نظرم نمره خوبی دادم، اوکی بود. حقش نبود، حقش 1 بود. ببین بخوام بگم اگر حقم 1 بود 1 میدادی خانم مهدی سایریز. همین شما در این جامعه، آفرین، به من تایم صحبت بدید بچهای چت، همین شما که حق یکی دیگر رو الان دادی به من، حق یه نفر دیگر رو شما دادی به من الان ناحق اومد دستم تو این برنامه. اگر حق من 1 بود باید حق منو میذاشی کف دستم. همین شماهایید که کونه یه سریایی که حقشون نیست گنده میشه، تقصیر شماست خانم مهدی سایریز. حرص من امشب شما در آوردی با این حرف. رضا منو ببینه تو گوشی. چه شب جانی میکنه خودتو آمریکایی بودم. I love you, my love the pod. پاد میفروشه؟ آره داره پاد میفروشه. چقدر معتاد زیاد شده. I love you پاد مری گو. ببخشید بچه‌ها من مشتری داشتم. میشه عاشقتم. بری پیاده رو نشون بدی آقا جلو در بری یه نفس سیگار بکش مثلا یه پیاده رو نشون بده. خواهش می‌کنم من عاشق پیاده روهای انگلیسم. بابا پیاده رو اینجا سب کن برای چشم. تو عادیه برای ما. پشمام چقدر مغازه تمیزیه آجی. قربونت برم یه حالت نفری میری؟ خدایا کی میشه من برم اینجا. نگاه کن کدوم شهری کیومرز؟ من توی شهر داربی زندگی میکنم، نزدیکای بین نوتینگام و برمینگام. همونجا که پیکی بلاندرز بود؟ نزدیکای اونجا آره، یعنی تقریبا 1 ساعتی از اینجا فاصله. ولی ما ببین بعد یه چیز خنده دارتر که بگم، ما همون شب اول اسپویل برای همدیگه کردیم که تا شب آخر کیه. یعنی گفتیم شب دوم کیه. نه این که اوکی، آخه رضا و علی میگفتن نگید. نه ما اونجا همون اول چک نخورده لو دادیم. مثلا بین غذاها دیدی که چقدر وقفه میفته تا ستاپو عوض کنن و اینا. مثلا تو اون تایم که مثلا حرف میزدیم من میگفتم مثلا بچه‌ها فردا میخواین بیاین پیش من، یا مثلا مهدیس میگفتم فرداشم اینا رو میگفت اوکی هم بود، ولی نمیذاشت از اون شب جلو هم دیگه حرف بزنیم. آره اصلا نمیذاشت و پافشاری خیلی زیاد میکرد. یعنی مثلا اصلا مثلا فکر کن شب توه، مثلا چه میدونم من و مهدیس مثلا اینجاییم، اگه راجع به تو داشتیم حرف میزدیم میومد دعوامون میکرد. آها میگو بچه‌ها راجع به مثلا امشب حرف نزنید دیگه، چند بار بگم. امیر ایزد عقده مبسه. امیر ایزد شب منو کلا الیستوریو پر کرده و الیستوری گرفت رو من. بعد امیر ایزد من آخه امیر ایزد کارشه میدونی همه چی امیر کامل اون شورون دلای من به خودش من داشت تعریف میکرد. بابا همین الان ریاکتاش همه چی میدونه میشینه ریاکت میره. علی خیلی خندیده اون تو اون تایم خیلی. اگه من میدونستم اون لازانیا رو اونجوری درست کرده چنگالم هم اونجوری فرو نمیکردم تو لازانیا، میکردم تو حلق حسام چنگال. آخه تو مثلا قاشق اولو خوردی به این نتیجه نرسیدی که نباید بخوری؟ چرا؟ نخوردم. ببین ببین منم اون سر سوپ نشه نه من اصلا و زشت نباشه یه 2 تا قاشق خوردم، وگرنه که اصلا قاشق اول قزروف اومد زیر دهنم. ببین من مثلا سوپ سویل سولبا که بچه‌ها راست روده شدن سرش، من سر سوپ میدونی که سویل سولبا الان ترنده. حالا نمیدونم، ولی من مثلا یه قاشق خوردم واقعا احساس کردم ریده توش. خب که وقتی دیدیم فهمیدیم که واقعا انگار ریده توش. رپ گوش بده، یعنی یه ترک هم گوش ندی؟ یه دونه مثلا اینجا تهران این آهنگه رو گوش دادی؟ چی تو گوش دادی؟ مادرتون میگم من کس خورم.
مادر یکی رو فلان من کابوس کنم آهنگ به خوده فقط اون رضا این ظرفا رو میشونی چی بود اسمم؟ واو ولی خیلی ویدیو میشه ازش آورد بیرون. ببین فردا کل ببین میتره کنیم دید فردا اکسترا رو دست ماه. یک دست رضا. 1 2 3 الوتین. آقا یه دبلیو برای آقا یه قلب برای دودونمو کندن رفتن نمیخوام دیگه. نه اینجوری نیست. دودونمو کندن رفتن نمیخوام دیگه برگردن تا خشتک من توی دردم. دودولم لطفاً برگرد زودتر برگرد. زده دستشو شادی گل که رونالدو بود اینجوری بود. چجوری میکرد؟ نه آقا من پولکیم. بله مثال بزن. بعد پولکی خب یکیشو مثال بزن. نمیگم. خب یکیش مثال بزن. نمیخوام استاد. آقا مثال من نمیگم پولکیم. اثبات کن. آقا خستم. اثبات کن که من پولکیم. پولکی. اثبات کن من جندم. جنده. اثبات کن من خرابی. اثبات کن من هرزه. اثبات کن من گلدیگرم. که 100% گل دیگری. خب بگو اثبات کن. همش ثابت شده است. خب اثبات کن. واسه من ثابت شده است. آقا اثبات کن. وقتی واسه خودم ثابت شده چه باید واسه ثابت کنم؟ مثلا مخاطب ثابت. نمیخوام مخاطبم واسه ثابت شده است. 2 هفته عین زالو افتادی خونه زندگی من. زالو چی؟ من بعد همش همینجوری نیستم. اینجا دیگه 2-3 شب آخر دیگه اتاقم هم تصاحب کرده میره رو تخت من میخوابه. ورزشکاری؟ نه ژنتیکم همینه. من داییم قدش 2.4 بچه ها 2 متر و 4. بعد سرشونه هاش خیلی از من پهن‌تره. بعد فکر کن 2 متر و 4 تا اون بالای آسمون ها. اومدی یه چی نمیگفتی. خب بگو صدا رو بس کنم بشنوی. فکر واسه اینا اوی دایدش اومد اینجا بوسم کنه. اوی ما تازه ندید دودلش اینقدر من دیدم. آره بابا خودم دیدم. And exhale. Hi everyone. My name is Jane. چقدر فلکسیبله. Hi everyone. My name is Jane. یوتیوب اینا؟ Welcome back to my channel. آقا امیر اون بالا سمت راستی ها رو وای خاک عالم بر سرم چی داره میشه؟ بذار موزیک بذار. وای هول شدم. اصلا ممنون خروج شیراز باید بشه این بشر. اما من همیشه تو روزای سخت پیشم. مثلا من شکر نکن. تو روزای سختمو ساختی تو این 2 هفته. نو امو. خب همین دیگه بهت گفتم خب روزای سخت پیشتم. روزای سخت من روزایی که تو پیشمی دقیقاً. خب این نفس راحت ما تو این خونه نکشیدیم. آموه بریم بیرون بریم فلان جا گشنمه لباسامو بزن ماشین لباسشویی این کارو بکن سردمه گرممه کیر خر کروبات که نگرفتی آدمم نباید نار بگم حرف میزنم ای آیم مگه عجب آدمی ها. بعد میره واسه ماهان واسه من 3 میلیون سوغاتی لباس میخره تو این خونه نمیتونه یه غذا مثلا بیرون سفارش بده فقط من بس. بعد اردم واسه من میده بیف استراگانوف میخوام پیتزای مخلوط میخوام قیمه میخوام کوبیده میخوام جوجه میخوام کیر ولاد کیر ناموسن کیر. آقا نوش جونم بخورم. نوش جونم. ببین من پام برسه اونجا یخچالتون جیب تو همه چی تو خالی میکنم. دارم کار تو رو راه میندازم. این چه طرز صحبته؟ جون داداش اگه چیزه چه طرز صحبته یه دقیقه واسه ببینم واسه ببینم چه طرز صحبتی درست حرف بزن. آدم بر میخوره. خب اینو میگی چرا بهت بر بخوره کونی؟ من رو استریمم صدا تو گوشم رو اسپیکر دارم کانتنت با درست میکنم بابا سیکتیر. من چه میدونم. ای گوشی عمو منم به کونم برخورد قهر. نه حرکت کن حاجی بیا دراما کنیم ها. بد ویو داره دراما کنیم. بد ویو داره من تو دراما کنم. دعوا کنیم. آره خب اولین حرفی بزنی عکس کی رو تو استوری میکنم. بات کرده بود. بذارید من اصلاح شده شو بگم. بوگی میگه که اگر به یه سری موضوعات پرداخته نمیشه اگر شفاف سازی نمیشه دلیلش حفظ کلبه. بذارید من اینطوری بهتون بگم و اینجا جاییه که دقیقا شاید بفهمید فرق من توی برخوردم با مسائل با خیلی از آدمای دیگه چجوریه.
من توی برخوردم با آدم ها اصلا کار ندارم یارو ویوش زیاده یا ویوش کمه، آدم معروفیه یا آدم معروفی نیست، میشناسنش یا نمیشناسنش. حداقل الان اینطوریم، خیلی وقت اینطوریم. من بارها بهتون گفتم مثلا مثالای متعدد وجود داره براش. مثلا در این حالی که با آریا خیلی رفیقم، حتی مثلا صحبتم شده آقا چرا نمیای با ما بازی کنی فلان، گفتم آجی من با میگم سپر خرسه، من با پارسا دعوام شده و طبیعیه که وقتی من از نظرم پارسا کار اشتباهی کرده من نمیام دوباره تو اون جمع که پارسا هم نشسته دیگه. در حالی که مثلا آریا خیلی مخاطب زیادی داره تو جمعشون، بازی کردن های گروهی و اینا طبیعتا بازخورد داره و ویو میاره و این قصه ها. من مثلا بچه ها پرسیدن پیش اومده ویدیوی مثلا فلان میا و کوروش رو ندیدی قبول داری؟ گفتم نه، گفتم آقا کوروش رفیق صمیمیمه، میا رو هم دنبال میکنم، ولی فعالیت موسیقیشون تو این اشلی که ورود کردن من سلیقه من نیست، من چیزای باحالتری میبینم. ولی مثلا تو سوشال مدیا ببینم یکی اخیراً یه پستی گذاشتن دیگه، یه لایکی کردم، دارن یه فعالیتی میکنن دیگه، به همون اندازه‌ای که فعالیت گیمی من مثلا واسه کوروش جذابه، به همون اندازه فعالیت اونا تو هیته موسیقی برای من جذابه، در همین حد. ولی میگم میدونی یعنی ابایی ندارم از مطرح کردنش. فلانی چون مخاطبش کمه نمیرم تو دایرکتش بگم تولدت مبارک، فلانی چون زیاده برم استوری کنم. من سالهاست همه رفیقام با هر تعداد فالوور تو پیوی بهشون میگم آقا مثلا تولدت مبارک. لزومی نمیبینم که استوری بکنم تگ فلانی رو بزنم که فلانی منو ری استوری بکنه که حالا بعدن از بر اون ری استوریه. از نظرم اکثر آدما اینطوری نیستن. اکثر آدما حساب کتاب میکنن فلانی رو استوری کنیم تگ کنیم که اونم ان شاءالله تگمون کنه، که اصلا بعضیا که اغراق‌آمیز، یعنی طرف کل ولاگ روزانه و شبانه و بچه همش کومان 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 ایشالله ری استوری بشی. ولی من این مدلی نیستم. من نه آدم پاچه خاریم، نه آدمیم که از بالا به پایین یه عده رو تو ویو نگاه کنم. لایو هم دیدید دیگه، اصغرعلی میاد مثلا هیچی مخاطب نداره، هاشم بریم بلادون، بریم یارو گفته بریم. حالا مثلا چون تعداد فالووراش کمه یا مخاطباش کمه بگم اصلا جواب ندم، با من خیلی گنده ترم، من کیرم تو این گندگی. باحال بود، خوب بود، استعدادشو داره واقعا. آیا کلسرین داداش ساما؟ جدی میگی؟ آره دیگه داداش سامه، این کسشر نگو. داداش کوچیکه سامه. کسشرم چی داداششه دیگه بابا. مثلا شباهت رو نمیبینی؟ شباهت پستا رو ببین. پشمو این مانیه؟ آره دیگه. آجی این چی اینقدر بزرگ شد؟ یه دختره بود 300 میلیون دونه شد، انگار نه انگار. به کیرم پارسا جان، فدای تو بشم. تو میشینی لقمه مردم رو میشوری؟ چیکار مردم داری حاجی؟ طبق گفته آدم هایی که نمیدونن استریمینگ چیه، نمیدونن استریم چیه، اینا تمام استریمرهای ایرانی پولشوان. تموم شد و رفت. اینو از چندین بلاگر ما تو ریلزاشون دیدیم و تا دلتون بخواد خندیدیم. طبق گفته بلاگرای عزیزمون استریمرها پولشوان. خیلی متشکرم. از اول عقل نداشتن این بنده خدا، از اول. برای همین به عقل نداشتن شما فقط میتونید بخندیم. پولشو مثلا 50 میلیون یه استریم دونیت میشه یا 100 میلیون دونیت میشه، پولشوه. 100 میلیون یارو تو زندگیش اعداد ارقام پولشویی نمیدونه، 100 میلیون براش پولشویی میشه. من دارم میرقصم هیچ نفهمیدم. نه چون لقت. حالا جدی خودت کسی دیدید کامنت که واقعا پولشویی کنه حتی معروف نباشه؟ نه داداش اصلا نمیشه. داداش پولشویی با چیزی که اینماد داره و نمیدونم با این سایت‌های ریمیت و اینجور داستانا اصلا اینجوری نیست پولشویی. بچه‌ها پولشویی کمپانی بزرگ باید بزنی
یه کمپانی دیگه بغلش بزنی، بعد یه کثافتکاری دیگه بکنیم، اون پول کثافتکاری توسط کمپانی‌ها تامین کنیم. به این سیچین خیالی نیست پوچی. حالا من از کجا بلدم که می‌بینیم دیگه، مثلا چند تا پروژه بزرگی جلوی چشاتون هست. البته بگم اون گناه کسی رو نمیدونیم، ولی خب حدس و گمانهای بقیه اینه که 100% اینا دارن این کار میکنن. به معنای واقعی بهم حمله شده احساس میکنم، چون از اینترنت هم نبود، من از یه جا پرت کرد بیرون، نذاش استریم کنم. احساس میکنم یکی میخواست حقم رو بخوره و من ریدم دهنش و نذاشتم این اتفاق بیفته و به همه اثبات میکنم یه روز اینو. ببین انقدر که لو لولی حتی پیامت هم نخوندم و یک راست بنت کردم، حتی اسمت هم نمیارم. لوزرتر از تو آدم نیست، یعنی ننه بابات هم آدم حسابت نمیکنن، جدی بهت میگم. یعنی بمیری فکر کنم حتی براشون انقدر مهم نیستی که بخوان ناراحت شن یا خوشحال شن، یعنی مثلا زندگی عادیشون رو ادامه میدن. جدی بهت میگم یه 4 تا پلشتر از خودت هم نگات میکنن که اونا هم واقعا ننه باباشون براشون مهم نیستش که چه اتفاقی براشون بیفته. خب که یه چیزی بنده دیدم، اسم تو که اصلا نمیارم، که واسه من تو دایرکتم انقدر، من تو حالت شنیدم که 400 نفر مثلا ویور داشتی، کلا 3 نفر اومدن کوسچر به من گفتن، هر 3 تاشون رو بلاک کردم. کیرم هم نی تا ابد اینا بیان فاصله. تو فکر رو من این چیزا تاثیر داره، ولی تو واقعا در مجموع زندگی باختی. هم قیافت کیریه، هم صدات کیریه، هم اخلاقت کیریه، هم زندگیت کیریه، هم آدمای کیری دنبالت میکنن. ننه بابات هم، بابات که به کیر باباتی، ننت هم که اصلا براش مهم نیست تو دنیا هستی یا نه. هیچ کس واسه تو ارزشی قائل نیست. در همین حد بهت میپردازم، میتونی تا 10 سال تو استریمت همچین کسچره راجع من و خانوادم بسازی، اونا دارن تو زندگیشون پیشرفت میکنن، فقط تو بدبختی. ببین خیلی لو لولی، یعنی انقدر لو لولی که فقط دیدم خندم گرفت از حجم بی لول بودنت. و یک روزی یک جایی که انتظارش رو اصلا نداری، به خاطر این کانتنتی که داشتی خیرتو میگیرن، زندگی تو میگن، یعنی به معنای واقعی زندگی تو میگن، یعنی اصلا اون تایم انتظارش رو نداری. خب بعد که من این جمله رو گفتم هم تو ریدی به من اونجا. بگو چی گفتی؟ گفتم که شاید تو اون لحظه نه، مثلا گفتم نه واسه مالیشون قبل بوده، بعد تو یهو پاشدی رفتی تو چی؟ جملت قشنگه. گفتی من توی این وضعیت معیشتی، آره وضعیت معیشتی و مثلا گفت، بعد هم تو ریدی بهم، هم امیرایزت رید بهم، بعد من اینطوری بودم رو وایس اوور، بعد من اینطوری بودم که بابا من که نمیدونم، من ولی بارو دارم سول بارو میبینم. دیدی منم بهت اشاره کردم تو قسمت 1 یا نه؟ ببین منم تو قسمت 1 خوندم پاناکوتا زعفرونی، گفتم زعفرون مهم نیست با این وضع معیشتی که آشغال ریدی به من، ما داریم اینها. آقا من دارم حرف میزنم. اگه تایپت پسر دماغ گنده است بدو. چرا باید تایپم؟ من میمونم. بگید شما به همون چیزی که من فکر کردم فکر کردید. بگید وای 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 وای. شما دقیقا به همون چیزی که من فکر میکردم فکر کردین. آره
نگاه می‌کردی بعد چی؟ آن خودش بای دیفالت بیاد. اون نه. مگه راهبان تبتی؟ این رنگش بالاست. این کار استقامتی منه. اصلا راهبان تبتی فقط این کارو میکنه. این حرکت استقامتی منه. من مثلا رنگم بالا رفت نگاه میکردم میگفتم خب خودت کارتو بکن. و حال میده. تدی فرمونه. تو از اول اینجوری بودی؟ رنگت بالاست. ریسپکت. من یه استرس گرفتم. الان فعلا تمام. دوست داری بری کم بگزمون؟ مثلا کمپاینو دوست داری؟ دوست داری کمپاینو؟ نه. طبیعت اصلا دوست داری؟ دریاچه، دریا. اینا رو دوست داری؟ بچه‌ها میگن فیتیشت چیه؟ دیگه داری دیگه خودت. گفتم نه. نداری؟ گفت مثلا فیتیش مثلا فیتیش زیر بغل داری؟ بو کنی. مثلا این چیزا دوست ندارم. خب اتفاقاتی که توی دنیای سینما افتاد. بخور بابایی بخور. بابا گرگه میاد. نه بابایی. گفتم 2 تا دونه مونده. سبزی کم خوردی؟ این بخش از سبزی هم بخور. بابایی میگه بابا دنبه داری؟ نه چرا میگی بابا کنی؟ نه اون قبلش بود. تازه گفتم یه بار بیا بالا کمکم کن، باز دوباره پپروت پیانو رو دیده داره بس میکنه پیانو بزنه اینا، من میگم بیا کمک، بعد دیگه نیومد کمک، دستم اینطوری شد. بچه دیدی واقعا بچه خیلی درد میکنه به خاطر اینکه دیگه عادت کردم. ولی نه این ما که مشکلی نداره. نه وقتی از یه کشوری که آفتاب داره یهو مثلا بری انگلیس پشمات میریزه، چون این ما که پرده های زخیم میگیریم نور نت تو که آخه به تایم منو ایران نمیخوابی. ول کن. من تو رو ول کردم کاری بود نر. این ما که ومپایر. آره ببین ومپایر منم، به خاطر اینکه هم تو استریم تو بیدارم، هم سر کار میرم بیدارم، هم باشگاه میرم. این تایم خواب من حساب کنین چرا الان نمیره 3 ساعت بخوابی؟ تو روز. دستم تو ما خاک تو سرت. الان چه ایرادی داره؟ برو بابا اصلا واقعا من ریدم تو این دنیا و زندگی، تو این استریم و همه چی. چرا زدی تو گوش بچه ها؟ برو بابا یه محبت و نوا، بعد میان کلیپ میسازن تو توییتر و اینستا، نگاه میا به کوروش، نگاه کوروش به میا. ما یه اینجوری میخوایم بکنیم کلشو میکشه دست ازم به من. شوخی کرد. نمیخوام شوخی کنی، الان روحیم روحیه شوخی نیست. برو اونور، میخوام برم تریاک بندازم بالا. برو بابا ولم کن، اصلا نمیخوام من تو این استریم باشم. چه دیوونه بازی دارم میاری؟ اینجوری نگاش میکنن ادیت های مثلا خفن و فلان. یه اینجوری نگاه کن. برو بابا ادیت های خفن میزنم. اینجوری نگاه کن. من دیشب باهاتون میومدم فکر کنم سکی بودم. نه جدی. الان چنده؟ ایمان داداش من دارم میگم 3 دست زدیم 10 تا و 12 تا و 10 تا کم شد. واقعا میگی؟ الان 6 400 هم یا 500 هم نمیدونم. خب از من کم زیر کیر منی. چه کیره کی زیر کیر؟ این کیره اونو در بریم این بیا بریم کسکش که در نیاره. در بیار کسکش. خب در بیار. خب تو هم در بیار. آقا سید شما با من برای چون شاهدی بابری شاهد کیره آقا هر کی کیرش گنده تر بود داداش کیره تو ابوالفضل اینقدر. آقا من کیره من کوچیک همه که جمع بزرگا باشه ولی کوچیک دم بزرگی را باشه ولی ابوالفضل قدش بلندتره. ببین آدما اینجوری ان خب یا ابوالفضل اینقدر کیره من اینقدر. آقا بذار من بریم تو رو کیره تو میخوره نه ولش کن کیر میره تو چوبیلیارد ول کن خودت ابوالفضل شکسته از ایچی in down area and he's smelly. Absolutely he's a girl. No. We talking about Farno Sayyidi. Buzina. Son of the Musa Sayyidi and son of the bitch. خوب ولی گفتم چیز شد این انگلیسیش خیلی نبود الان Perfectly.
and smell it. And smell it. I see it. Not with you. my eyes. That Farnooz. Farnooz Sayyedi. Farnooz I Sayyedi. see The it with son my of eyes. Mohsen Sayyedi. The son of Look. He used his finger to his ass Yes. and he smell it. And me too. Fucking bitch. This is a story about that night. Our friends, we go in our house. دیگه عشق چقدر عجیب و غریبه. منم دوست دارم عاشق باشم ولی عشق واقعی توی این دنیا دوستان نیست. کجا من کی عشق واقعی رو من چرا نمیبینم؟ کوش هی چشو میندازم اینور هی چشو میندازم اونور میبینم نیست. عشق واقعی دروغی بیش ولی پیدا میشه سخت. کوش نمیبینم واقعا من که ندیدم نیست دوستان. همه پوچ و تو خالی یه 4 تا کلا من یه دونه استاپ تو سنبک زن تو سنبک زن what the fuck چی کار دارم میکنم؟ رفت راستیکشون راستی یکه راستی لوه لوه بی کم هیون ها 2 تا بیان یکی هیون یکی سایده بچه باید اسموک بدید باید اسموک سیتی بدید مول هیون بدید سایدی رو سام میزنه اسموک سیتی باید مولی هیون ساید یکی ها اومد بیرون زیر هیون ندیدمش. پشمام حاجی ایسو بگیر وانیلا وانی شورت ویلانگو که گوی بخور واسه 80 داشتی Go B guys go B Door. Where is his last? ای کجاست حاجی؟ شاید منظورش ایه دیگه برو retarded asshole why you using wall stupid dog چت داره به من فوش میده بیاده باید بریم به سمت نورث مپ یادم رفته تا کجا اومدیم God I'm thirsty unsafe هم هست جی قایه داری بخور از آبه اسنیل یه دونه میوه من خوردم بیا میوه رو بخور میوه بد نبود انگار بیا اینجا میشه بارونی هم میاد فروت آنان فروته البته بابا خورمالوه شبیه خورمالوه ولی اینجا او آناناس الو همال بوی کجایی؟ آجی آناناس چطوری باید داداش این آناناسه خاک بر سر کوکونات دیگه کوکونات دیگه چیز چونکش این آناناسه خب باشه نارگیل عمله اوز حالا اسمش اشتباه گفتیم نگاه ولی هاچی رو این بیشتره ارتفاع بذار اکبر هاشم چیکار میکنه؟ هیچ بلد نیستم اونجوری حل کنم از ایمرسی به بازی استفاده میکنم اینجوری حل میکنم برو واسه بچه محلات تعریف کن هاشم چجوری پازل رو حل کرد
به شخمی‌ترین شکل ممکن. عوض کنید سولب تو برو بی با فیری برو برید بیو بزنید. باش. بیا این اسنایپر بگیر سامبر از سایت خط مینو بذار. بالاخره به ما اسپاند. فقط من بلاک نم من رد شم یه راند با اسپام ایمون موریسون رو بزنم. اینو از زرد بذارم؟ آره از چپ سایت نه، سه قول کار تریپل نه کار تو رو خدا وای نست اسموک میشون. من چرا خوندم ای؟ باشه ای وای میده راش شد اسموکو راش شد. ماشاءالله. دو تا سایده جفت سایده جلو تری سایده. آها همونجا. ماشاءالله دختر زدی یا واسه من بیام اومدم ها. یک سایده یک شورت تمام. ماشاءالله. خدا چیزایی مرسی. عالی ریری. اسنا AK کلاشا رو کو آها کلاشا رو بابا کلش تو بود ای کیر ای کیر وای متیت چطوری؟ چرا یه دونه شد یهو؟ اون روزای خوب بین ما تموم شد و رفت عشق ما دیگه بر نمیگرده خوب زار بهت نگاه کنم شاید دیگه فرصت نشه که بشه ببینمت 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 ببینمت